برنامه از محصولات تنی. زمونگ ترمنز میان ما زمونگ ترمنز. شنونده های گرامی برنامه میان ما یا زمونگ ترمنز، خدمت هر یکتان سلام پر از صفا و صمیمیت خالصانه تقدیم می کنیم و در هر گوشه از کشورمان که قرار دارید موفقیتتان آرزوی ماست. اینک من عبدالعظیم نوربخش و با تکنیک دایرکتری جمشید متین باز هم در خدمتتان قرار داریم و داشته های برنامه را با کمک سایر همکارانم پیشکشتان می نمایم. آرزو داریم تا ختم برنامه ما را همراهی نمایید. برنامه میان ما یا زمونگ ترمنز توسط آینه یا مرکز مطبوعاتی و فرهنگی افغان تهیه می گردد. احزاب سیاسی و نتایج انتخابات عنوان برنامه کنونی میان ما یا زمونگ ترمنز است که اکنون آماده گردیده آن را حضورتان تقدیم می کنیم. عزیز شنونده گرامی برنامه میان ما یا زمونگ ترمنز، مردم افغانستان در گرداب حوادث طوفان‌های اخیر قریب به 2 میلیون قربانی دادند و افغانستان در طی 3 سال گذشته سخت‌ترین مرحله زندگی سیاسی خیش را سپری کرد. چنانچه صفحات تاریخ افغانستان به خصوص 3 دهه اخیر نشان دهنده آن است که زمامداران خودکامه و دیکتاتور و جدا از مردم در زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی‌های انسانی مردم پرداخته و مردم از کمترین حق محروم نگه داشته شده بودند. این در حالی است که یکی از موفق‌ترین موردی که در طی 3 سال گذشته روی آن توجه کرد حضور فعال مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود که خود نشان دهنده گستردگی و پختگی فکری مردم از لحاظ سیاسی را برملا ساخت و برای اولین بار در تاریخ افغانستان مردم به پای صندوق‌های رایدهی رفتند و یکی از الگوهای سیاسی قرن حاضر شمرده می شود. هاکذا انتخابات با وجود سر و صداهای سیاسی و امنیتی به طریق خوب آن پایان یافت و نمونه خوبی برای کشورهای جهان و همسایه گردید که خود نمایانگر اتحاد مردم افغانستان را نشان می دهد. در نتیجه حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان را انتخاب نمودند. اکنون دولت جدید در برابر انتظارات جدی مردم و مطالبات عمده سیاسی و اجتماعی قرار دارد که باید در طی 5 سال روی آن کار هماهنگی صورت بگیرد. این در حالی است که بیشتر از 50 حزب راجستر شده سیاسی در کشور اجازه فعالیت دارند. پس حالا چگونه احزاب سیاسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کنند؟ تا تحکیم ثبات، تأمین امنیت، انتظارات مردم و مطالبات عمده سیاسی مردم در جمهوری اسلامی افغانستان در مدت 5 سال و اهداف سیاسی که همانا رفتن به دموکراسی و جامعه مدنی برای مردم افغانستان باشد برآورده شود. در این زمینه میز مدوری داریم با اشتراک محترم اشراق حسینی معین وزارت معارف، محترم خالق نعمت رهبر حزب همبستگی مردم افغانستان، محترم نوریه اشرف استاد پوانتون کابل و محترم محمد حسن جعفری رئیس مجمع فرهنگی انقلاب اسلامی افغانستان که در میز مدور امروز ما شرکت نمودند. ما تشریف آوری مهمانان عزیز خود خیر مقدم میگیم و اگر اجازه دوستا باشه اولین پرسش خود از محترم اشراق حسینی میپرسیم که جناب محترم حسینی صاحب، در آینده اگر ما احزاب سیاسی بیشتر از 50 حزبی که فعلا راجستر هستند در افغانستان کار شود در ارتباط با مسائل سازندگی در افغانستان و ما بتانیم نتایج خوبی را بر مردم افغانستان داشته باشیم، حرف شما چی است؟ بسیار تشکر. من فکر میکنم که فرصتی که به وجود آمده این فرصت را باید خوب دریابیم، به این معنا که ما دوره های بسیار پرمشقت را از ایدئولوژی کردن فضا، از خشونت بار کردن فضا، از انقطاب های قومی و سیاسی ما درسای خوبی را گرفتیم. امروز بهترین پادزهر برای او حرکت هایی که دیروز در افغانستان انقطاب
و اختلاف و واگرایی را به وجود می آورد، این خواهد بود که ما فضای جامعه مدنی را گسترده بکنیم و از میان این فضای مناسب ما حرکت هایی را که برنامه های ملی داشته باشه، اجنده های افغانستان شمول داشته باشه و اساسی ترین پیش فرضاشون بر سلامت و بر عرض کنم که منافع ملی افغانستان گذاشته شده باشه، این پیش فرض ها را اینا مرجح بشمارند. یعنی به این معنا که این احزاب بیاین از جاده های ایدئولوژیک کردن و انقطاع به وجود آوردن، اینا برنامه های برای توسعه افغانستان، برای ارائه خدمات در افغانستان، برای تعدیل در حوزه های قدرت، برای تمرین به خاطر دموکرات کردن فضا، برای عقلانی کردن، برای شکیبایی سیاسی و ملی، برای این برنامه ها اینا سرمایه گذاری بکنن. در غیر از او باز هم اگر مجموعه های تجمع میکنن که به اصطلاح بنیادگرایی های یا مذهبی یا عرض کنم قرائت های پررنگ و مخاطره آمیز نژادی و قومی و غیره را مطرح کنند در چوکات یک حزب که احزاب از دور شناسایی شوند که مثلا این حزب مربوط به این قوم است، یا این حزب مربوط به این نژاد هست، یا این حزب مربوط به این سمت است، از لنگرگیری های از این احزاب اینا تشخیص شوند. من فکر میکنم که باز هم بر سلامت افغانستان مضر خواهد بود. احزاب سیاسی بیان توسعه افغانستان را در محور کار خود قرار بدن، رقابت سالمه فرهنگش به وجود بیارند و غنا ببخشند و منافع ملی افغانستان را اساس قرار بدن و در مسیر یک شکیبایی سیاسی حرکت بکنند تا فضا عقلانی شوه و این قرائت های ملی مدنی که مورد نظر است جایگاه خود پیدا بکنه. بله، بسیار زیاد تشکر محترم حسینی صاحب. که تاسو مشخص نظر لرئ مهرباني وکړئ. محترم نعمت صاحب. دا حسینی صاحب ډیر خبرې وکړې، بیخي دقیق دی چې ترکیب د احزابو نظر په خپل زمونږ د ټولنې په اساس کې که جوړ شي یا جوړ وي، دغه حزب بقا لري. زه نه غواړم د خپل د حزب په حصه کې تبلیغ وکړم، فقط یو ټکی ویل غواړم دا په عمل کې راشي. زمونږ حزب ته ببینین ترکیب اجتماعی حزب ما را، ما افتخار عزیز داریم که ما در حزب خود از اهل هنود داریم. ما افتخار عزیز داریم که بدون ده نظر داشته ازی که رهبر از شرق است، اعضای کمیته رهبری ما از مردم برادرای هزاری ما، برادرای تاجیک ما، ازبک، از شمال، شرق، جنوب، غرب و مرکز. ما توازن ادعا نمیکنیم که ما توازن برقرار کردیم، مگر ما به اندازی کافی اعضای فعال در حزب خود داریم و اینجاست که ما تکیه میکنیم. اینجاست که ما میگیم که این حزب یک شبه نیست. اینجاست که ما میگیم که چرا اینا یک جای شدن. اینا در جریان جنگ مقاومت از خود امتحانایی دادن که اینا برای خود نمیخواستن زندگی کنن. ما سراغ از او کسا رفتیم و اینا رو جمع کردیم آوردیم در اطراف یک حزب، برنامه برشان ساختیم. برنامهشان معلوم بود که برنامه وطن بود و به او اساس ایجور شد و این رقم خصوصیت اگر واقعا کسی حزب میسازه با خصوص بخش رهبریش و او رو سر خود تطبیق میکنه، اهداف عملا سر خود تطبیق میکنه و راجع به زندگی شخصی خود در خدمت جامعه قرار میده، او حزب بقا داره و در غیر از او حزب بلند منزلای ما خواهد بود و حزب فقط چند دلار جمع کردنا و یک انجیوی سیاسی خواهد بود و بس. بله، بسیار زیاد تشکر. محترم جعفری صاحب، در ارتباط با مسائلی که محترم نعمت صاحب گفتن و جناب محترم اشراق حسینی گفتن که چطور ما میتونیم نتایجی را که در انتخابات ریاست جمهوری داشتیم که در پالوی از اینکه انتخابات ریاست جمهوری بود احزاب سیاسی هم وجود داشت، همین نتایجش چقدر بر مردم افغانستان سازنده است؟ خدمت شما عرض کنم احزاب میتونه وقتی راهگشا باشه، راهکار داشته باشه، هدفمند باشه که در راستای منافع ملی حرکت کنه. قومگرایی، حس قومگرایی، حس منطقه گرایی، حزب محلی نباشه، حزب باشه که در راستای منافع مردم خود، در راستای
تمام جامعه افغانستان حرکت بکنه. خب او حزب میتونه بالاخره با یک پالیسی مشخص و مدون از پیش تعیین شده حرکت کنه، کار بکنه و این حزب میتونه در آینده افغانستان موثر باشه، راهگشا باشه، هم کمک برای دولت بکنه هم برای مردم بکنه. و اگر احزابی باشه که منافع شخصی، منافع فرد در اونجا نهفته باشه یا منافع قشر خاصی از جامعه افغانستان در اون نهفته باشه، این نمیتونه نتایج خوبی برای افغانستان داشته باشه، برای مردم افغانستان داشته باشه، کمایی که در گذشته همین طالبی چنین مسائل بود. بسیار زیاد تشکر. خب نوریا جان اشرف، استاد فاکولته ژورنالیسم پوهنتون کابل، شما بر ما بگوین طوری که از محترم اشراق حسینی پرسان کردیم و اونا گفتن در ارتباط با مسائل انتخابات، شما بر ما بگوین که امی که حضور فعال مردم در انتخابات نمایان بود، چرا تعداد زیاد از مردم برای کسایی که در احزاب شامل بودن بر از اونا رای ندادن و با یک کاندید مستقل رای دادن؟ این علتش چی است؟ تشکر آقای نوربخش. البته دلیل است که احزاب در افغانستان چی در گذشته چی همین اکنون که در یک دو سال اخیر تعدادشان بسیار زیاد شده و اینا را خود در راجستر ساختن. یک تعداد احزاب دموکرات هستند، مثلا مخالفین از اون هستند، چپی هستند و همین قسم اینا از نظر جامعه شناسی سیاسی و یک مقدار در تشکل از اینا یک تعدادشان البته عجله صورت گرفته و به پختگی سیاسی خود نرسیدن. همو اهداف را، همو برازندگی‌هایی که دیگه احزاب سیاسی جوان قسمی که ما مطالعه کردیم و در یک تعداد از کشورهای دیگه دیدیم یا از طریق رسانه‌های جمعی ما می‌بینیم، اینا بعضی مشکلات در اینجا وجود داشته. خود ما به چشم سر دیدیم، مشاهده کردیم که مردم، واقعا مردم، هم از دکاندار، کسب کار، اما رفتن به پای صندوق‌های رای و اکثرا وقتی که یک تعداد مردم در راه می‌رفتن، یک تعداد کسایی که دکاندار بودن مثلا پیش روی یک مکتب شورنخوت باقلی می‌گفتن صدا می‌کردن که شما رایتون خوار با آقای کرزی بندازین. این یک اشتراک فعال مردم بود. دلیلی که آقای کرزی یکی است که در بالی که دولتش یک مقدار مشکلات داشت، از بحث سوال شما بیرون است، یک نمونه سمبل وحدت ملی در کشور واقعا بوده. و یک موضوع دیگه ای که احزاب سیاسی ما نتونسته که با تاسف چون مدتشون وقتشون هم کم بود، احزابی که در گذشته بودن اونا شاخه‌هایشون باز آمدن، در 2 سال از اینجا اونجا احزاب خرد و کوچک دیگه را تشکیل دادن، زمان برای اینا کم بود. و در کشورهای دیگه می‌بینین مثلا در آمریکا، یک کشورهای دیگه احزاب سیاسی زیاد وجود داره، اما وقتی که در مراسم انتخابات میشه در اونجا که با همون پختگی، با همون تجربه سیاسی که در طول سالیان متمادی اونا دارن، 2-3 حزب از اونا شامل انتخابات میکنن، برای اینکه اونا هم با بالای خود اعتماد ندارن که با وجودی که مرحله بسیار پیشرفته است. از نظر من این به یک زمان بسیار طولانی به کار داره، به سطح دانش و استعداد و سواد مملکت بسیار تعلق داره، به برازندگی به خصوص ساختار سیاسی و اجتماعی یک جامعه، به خصوص انسان سازی، به قسمی که ما چه قسم بتونیم اعتماد مردم جلب کنیم، به خاطر که مردم یک مقدار از نام احزاب و تنظیم ها تا یک قسم احساس ناراحتی میکنن. امروز خودتون بهتر میفهمین که در پوهنتون کابل، در مجامع فرهنگی، یک تعداد اشخاص مستقل بیشتر به افتخار میکنن که ما غیر وابسته هستیم. با تاسف این یک واقعیت است، هیچ چیزی ما منکر نمیشیم. دلیل همین بوده که یک مقدار خیلی زود بوده و همچنان احزابی که تشکیل شده در 1-2 سال و در گذشته هم که بوده، شاخه های از اونها اینجا و اونجا، اونا نتونستن که کار وسیع و تبلیغی خود در مابین مردم داشته باشن. از طرف دیگه شرایط اجتماعی جامعه ما هنوز اون قدر به بلوغ خود، درست است که مردم سیاسی شدن، مردم امروز منافع خود میفهمن، حتی خانم‌های خانه میفهمن، اما از نگاه واقعا به شکل امو فرمولتیکش ببینیم یک تعداد نارسی‌های وجود داشته که مردم به طرف از اینا کشانده نشده. تشکر می‌کنیم خانم نوریا اشرف. خب مهمانان گرامی و شنونده‌های عزیز، در این قسمت برنامه همکار ما نظیر احمد نظیر گزارش را با یک تن از هموطنان ما در مورد احزاب سیاسی و نتایج انتخابات تهیه کردند که با هم یک جا به آن گوش فرا می‌دهیم. فضل الرحمن اوریا چې 15 کاله عمر لري، ډیری وخت په دولتي او غیر دولتي ادارو په بیلابیلو چوکیو کې کار کړی او د افغانستان د سیاسي پیښو په اړه یو د نظر خاوند بلل کیږي. دی چې په سر کې یو ویښته سپین لګېدلی او غټې سترګې لري، د بنیاد فرهنګي کاروان د مرکز مشر دی. په افغانستان کې د هغو حزبونو په اړه چې مخکې د ثور له کودتا موجود وو داسې وایي. په تاسو سره باید وایو چې په تیر نیم قرن کې غیر وابسته ګوندونو ونسوی کولی چې رشد وکوي او دوی په سراسري ګوندونو او یو ملي قوت باندې تبدیل شي. اما برعکس هغه ګوندونه چې وابسته و او بهرنیانو پورې تړاو درلودل، هغو د بهرنیانو په مرسته باندې وکولی سوی چې ښه رشد وکوي او په لږ او ډیر
سیاسی اجتماعي نظامی قوت باندې تبدیل سي. هغه جملې څخه کولای شو موږ وایو چې د کمونستانو ګوند چې روسانو پورې تړاو درلود او په اووم د ثور باندې دوی یو توره کودتا وکړله او سیاسي قدرت د هېواد تصرف کړ او تقریبا په میلیونها انسانان شهیدان سول. 15 کاله په افغانستان کې خونړۍ جګړه وه او د دې جګړې په نتیجه کې ټول افغانستان وران ویجاړ سو. د ثور له کودتا وروسته سربیره پر دې چې پخواني ګوندونه پاتې شول، ځینې نور تنظیمونه هم رامنځته شول. فضل الرحمن اوریا یو ځل بیا هغه تنظیمونه چې په شکل د اشکالو لږ او ډیر جهاد پورې ځان تړي، جهادي تنظیمونه ځان ته وایي. په حقیقت کې دوی ته موږ جهادي تنظیمونه نه سو ویلی. دوی هم بهرنیانو پورې تړاو درلوده او موږ یې نتیجه ولیدله چې 4-5 کاله یا 6 کاله دوی په خپل مابین کې ډېرې خونړۍ جګړې وکړلې. د کابل ښار یې وران کړ. تنها کابل کې 15,000 خلک شهیدان سول، په 100,000 خلک مهاجر سول او د هېواد هغه سیاسي او اقتصادي او نظامي او اجتماعي شیرازه دوی کاملا له مابینه ویوبله. وروسته کولی شو چې د طالبانو نظام وڅېړو چې دوی هم بهرنیانو پورې رابطه درلودله، کاملا د بهرني پالیسۍ د عملي کولو لپاره، د بهرنیو اهدافو د عملي کولو لپاره دوی کار وکاو. د لنډمهاله ادارې پر راتګ سره چې په افغانستان کې د وروستیو جنګ جګړو ټغر ټول شو او دې هېواد ته څه ناسه سوله راغله، نو سیاسي حزبونو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ او ډېر نوي حزبونه راوټوکېدل. په دې اړه فضل الرحمن اوریا وویل زمونږ په جامعه کې داسې ویلی سمه چې په طبیعي ډول باندې ملي ګوندونه، غیر وابسته ګوندونه، هغه ګوندونه چې په طبیعي ډول د خلکو په منځ کې ایجاد سوي، رشد کړی وي او په یو سراسري نیرو باندې تبدیل سوي، تقریبا ویلی سو چې نشته ده. دا 50 شاوخوا ګوندونه چې راجستر سوي دي، دا تقریبا ویلی سو چې اکثره ګوندونه چې اوس راجستر سوي دي دا شاید 2 یا 3 کاله وروسته ونه اوسیږي د اکثریت مطلقې، ځکه چې دا د بعضې داخلي او خارجي عواملو پر بنیاد باندې په اضطراري ډول باندې منځته راغلي دي. زه داسې فکر کوم چې دوی به اکثریت البته زیات عمر ونه لري او یو تعداد ګوندونه چې راجستر سوي دي چې له خلکو سره تړاو لري دغو عمر به اوږد وي. دا چې فضل الرحمن اوریا د راتلونکي په اړه څه هیله لري او څه ویل غواړي، خپلې خبرې داسې غځوي. څوک غواړي که ونه غواړي زموږ په ټولنه کې باید سیاسي پلورالېزم واوسیږي او د سیاسي پلورالېزم پر بنیاد باندې به تعدد احزابو حتمي وي او د تعدد د احزابو په نتیجه کې به یو سالم سیاسي رقابت منځته راځي او د دې سالم سیاسي رقابت په نتیجه کې به دیموکراتیک حکومت چې د خلکو حمایت ورسره وي منځته راځي. نو زه امیدواره یم چې موږ په ټولنه کې په راتلونکي کې شاهد دی اوسو چې موږ دیموکراتیک ګوندونه ولرو، موږ ملي ګوندونه ولرو، موږ داسې ګوندونه ولرو چې هغه له ولس څخه نمایندګي وکولی سي او دا ګوندونه وکولی سي په ډېره دیموکراتیکه فضا کې په پارلمان او پارلماني مبارزو کې ونډه واخلي او په راتلونکي کې د ښاروالۍ انتخاباتو ته، د ولایتي شورا انتخاباتو کې، د ولسوالي شورا انتخاباتو کې او د ریاست جمهوری انتخاباتو کې دوی فعال اوسیږي. خب مهمانان گرامی، شما حرفای محترم اوریا را شنیدین. من سوال خود باز هم متوجه محترم اشراق حسینی می سازم و ای که طوری که محترم اوریا صاحب گفتند در افغانستان تقریبا 50 حزب سیاسی تا حال راجستر شده. اینا تا ظرف 3 سال آینده یک تعداد ازی شاید در افغانستان فعالیت بکنه یا یک تعداد دیگه ازی از بین بره. به نظر شما امی چگونگی احزاب سیاسی را در افغانستان در یک بررسی کلی که در اونجا بلوغ فکری مردم فعلا زیادتر به نظر میرسه، از نظر شما بر جامعه ما که 3 دهه مورد تجاوز قرار گرفته، مورد تاختاز قرار گرفته، آیا نتایج مطلوبی را در آینده در قبال خود داشت یا خیر؟ بسیار تشکر. من بالای 2-3 مؤلفه بسیار مهم تاکید میکنم. و اگر برای پلورال ساختن قدرت در افغانستان و برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه افغانستان احزاب حضور و ظهور داشته باشند، چند محور بسیار اساسی است. یکی که ساختار خودی احزاب باید ساختار دموکراتیک باشه. احزابی که از اجتماع چند نفر تشکیل میشه و هیچ گونه انتخابات در میان خودشان نیست، هیچ گونه مکانیزم دموکراتیک در میان خود ندارند، به عنوان یک انجمن و یک NGO اونا توافق میکنند و این حزب اعلام میکنند. من فکر میکنم که همونطور که آقای اوریا گفتند این بسیار یک بودی و معقدی و اضطراری است. بحث دوم داشتن برنامه ها و اجنده های ملت شمول است. احزابی که برنامه ها و اجنده های
ملت شمول نداشته باشه، من فکر میکنم که فقط با موضع‌گیری های عاطفی و برنامه های تبلیغاتی اونا میخوان حضور و ظهور خود نشان بدن، احساس میکنم که از قدرت و قوت بیشتر برخوردار نخواهند بود. و در همین راستا من اینطور عرض میکنم که احزاب که مؤلد نیستن، تولید کردن نمیتونن فکر و فلسفه سیاسی را برای ارائه گفتمانهای ملی، سیاسی، مدنی، اینا نخواهند توانست که در دگرگونی های افغانستان نقش بازی بکنن. و همچنان تأثیرات این احزاب هست. احزاب باید تأثیرات جدی خودش را در بازی های کلان در سطح ملی داشته باشند. بعضی احزاب را ما میبینیم که بسیار به صورت خاص برنامه های ایدئولوژیک را که اونا را اقتباس کردن و تقلید میکنن ارائه میکنن، یعنی یک رنگ ایدئولوژیک و دینی برایش میدن. عده بسیار به اصطلاح روی پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی ترکیز میکنن که چندان از یک فلسفه سیاسی که راهگشا برای تغییر در متن اجتماعی افغانستان باشه نیست. عده دیگر مثلا بحثای شعارهای قومی را ارائه میکنن که هیچگاه با آرمانهای اجتماعی مردم ما در سطح کلان یا با منافع ملی ما برای یک موقعیت بهتر افغانستان چندان سازگاری نداره، یا با اجنده های نژادی مطرح میشه و به اصطلاح حتی بعضی بحثایی را بعضی از احزاب مطرح میکنند که اونا به وحدت ملی افغانستان چندان مفید نیست. من فکر میکنم اینا همه مؤلفه هایی است که اگر احزاب ما نداشته باشند، این احزاب ما حتما یک بودی باقی میمانند و یک بودی باقی ماندنشان از عمرشان، از قدرتشان، از کاریزمایشان میکاهه و به عنوان انجمنهای در میان که اونا فقط به فکر بحثای روزمره باشند و از بحثای کلان استراتژیک و اجنده های افغانستان شمول غافل بمانند و به همین خاطر است که اونا نمیتونند که در بازی های کلان قدرت در سمدهی تحولات افغانستان اون نقش را که یک حزب سیاسی داره این نقش را بازی بکنه. فعلا که ما تجربه کردیم احزاب را که آقای اوریا گفت بسیار درست مطرح کردن که از یک طرف احزاب را ما تجربه کردیم که اونا هیچ گونه قدرت تولید فکر، فرهنگ و فلسفه سیاسی را نداشتن. از طرف دیگر ساختارهای دموکراتیک نداشتن. از طرف دیگر برای تغییر افغانستان گفتمانهای مستقل سیاسی مدنی را نمیتونستن ارائه بکنن. بیشتر اقتباس میکردن، تقلید میکردن و الگوهایی که برای متنهای دیگر ساخته و پرداخته شده بوده این الگوها را نسب العین خود قرار میدادن و در یک کلمه ایدئولوژیک فکر میکردن و با می خاطر بود که در ورطه خشونت افتادن یا کودتا کردن یا در برابر کودتا قرار گرفتن و به نظر من فضایی را که ایجاب میکرد که سلامت، مصلحت و منافع ملی از او به اصطلاح تغذیه بکنه، این فضا را مکدر کردن و او شکیبایی و مدارا و تحمل سیاسی و ملی را که برای آینده افغانستان مفید بوده باشه این بسیار با مشکل روبرو کردن. امروزه ایجاب میکنه که پس از اینکه یک فضای جدید مدنی به وجود آمده، بیاین متفکران ما و شخصیت هایی که قدرت تولید فکر و فلسفه سیاسی را دارند، اینا در به اصطلاح جلو احزاب حضور پیدا بکنن، هم ساختارهای دموکراتیک به وجود بیارن، هم گفتمانهای متناسب با متن اجتماعی سیاسی افغانستان را عرضه بکنن و هم بتوانند که تأثیرات بسیار مثبت را به وجود بیارن و در حقیقت نوع اقدام به خشونت زدایی و ایدئولوژیک زدایی کردن احزاب خود بپردازن و زمینه های ارائه گفتمان های ملی مدنی را فراهم بکنند تا او اعتماد را که احزاب سیاسی از دست داده بودن اینا زمینه اعتماد ملی را فراهم کنند و همونطور که برادرها گفتن راهنمای بسیار خوب، الهام دهندگان بسیار صادق
برای مردم افغانستان در مسیر تغییر و تحول و در نتیجه توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشند. پس چقدر این ربط داده میتونیم این مسائلی که شما فرمودین در ارتباط به مسائل احزاب، چقدر ربط داده میتونیم با نتایج انتخاباتی که در افغانستان صورت گرفت؟ ببینید در این انتخابات همونطور که مطرح شد ما احزاب را خیلی منزوی و حاشیه‌نشین تلقی کردیم. یعنی باید احزاب بسیار مؤثر و بسیار برجسته در این بازی حضور به هم میرساندن. شما مشاهده کردین که در میان 18 کاندیدا ممکن 2-3 نفرشان کاندیدای احزاب خود بودن و بقیه کاندیدای مستقل بودن. اما فکر میکنم که هنوز ما فرصت داریم تا احزاب را که ما خدمت شما ویژگیاش برشمردم، اینا در نتیجه تعاملات و پشت سر گذاشتن جزرمدها و تجربه های سیاسی زیاد ما احزاب را داشته باشیم که اونا بتوانند با یک دیگه چنان رقابت کنند که هم فضا را سالم نگه دارند و هم گفتمان های مستقل را برای تغییر در افغانستان ارائه کرده بتوانند و هم از کاریزمای برخوردار باشند که این کاریزما منجر به اعتماد ملی و تفاهم ملی باشه و به عنوان محورهای ملی شناخته شوند. ما فکر میکنم در این انتخابات ما احزاب را نداشتیم که به عنوان محورهای ملی اینا عمل کرده باشند و توانسته باشند که بر روند انتخابات اینا اثرات جدی خود گذاشته باشند. ولی من عرض میکنم که هنوز ما در ابتدای کار هستیم و احزاب سیاسی که به وجود آمدن اگر اینا از امی حالا تلاش کنند که در مسیر همون جایگاهی که یک حزب سیاسی در تعاملات اجتماعی سیاسی داره خود برسانند، بدون شک باید اینا تلاش‌های فراوان رو به خرج بدن. در غیر از ما مشاهده خواهیم کرد که بجز از بعض موضع‌گیری‌های عاطفی و تبلیغاتی کار دیگه نخواهند توانست همونطوری که در روند این انتخابات یا بعد از او داشتن. گاه یک کنفرانس و گاه مثلا یک اطلاعیه، یک موضع‌گیری، یک مصاحبه، بیشتر از این نتوانستند که اونا به اصطلاح تکان در کالبد جامعه به وجود بیارن و به مثابه اندامهای پرتپش و وجدانهای نقاد جامعه حضور به هم برسانند و بتانند که در تعدیل ساختاری قدرت نقش جدی بازی کنند. بله، بسیار زیاد تشکر محترم حسینی صاحب. خب مهمانان گرامی، این بود قسمت اول برنامه ما تحت عنوان احزاب سیاسی و نتایج انتخابات که شنیدید. با پخش آهنگی که میشنوید برنامه ما به پایان میرسد. خداوند یار و مددگار همه‌تان. کشش که عشق دارد نگذاردد بد انسان، به جنازه گر نیایی به مزار خواهی آمد، مزار خواهی آمد. پشون می نصیب نسوه جنازه تدی در زما، پشون می نصیب نسوه جنازه تدی در زما، تیار ده وصل جالب اجره تدی در زما، تیار ده وصل جالب اجره تدی در زما، پشون می نصیب نسوه. تر منزلا یس کروٹی دے کرلیم، منم چتر منزلا یس کروٹی دے کرلیم، دالار پماودان در دالار پماودان در کچھ تجے در زمان، دالار پماودان در کچھ تجے در زمان، پشون میں نصیب نسوے جنازے تجے در زمان، تیار دا وصل جالم
اجره تجه تر زما پشون میں نصیب نسوے یوا تشوادا دې د ځوانۍ په بیه غواړم یوا تشوادا دې د ځوانۍ په بیه غواړم سوالګر نه یم اسمانه چې کاته تجې تر ځمه سوالګر نه یم اسمانه چې کاته تجې تر ځمه په ژوند مې نصیب نسوې جنازې تجې تر ځمه تیار د وصل چالم اجره تجه تر زما پښون میں نصیب نسوے یوالا سچی مخلا رقبانو پټواما یوالا سچی مخلا رقبانو پټواما لمبے خاموش نسے ہو لمبے خاموش نسے تماشے تجے تر زما لمبے خاموش نسے تماشے تجے تر زما پښون میں نصیب نسوے ادا سے تجے تر زما تیار د وصل چالم اجره تجے تر زما پښون میں نصیب نسوے جنا سے تجے تر زما تیار د وصل چالم اجره تجے تر زما پښون میں نصیب نسوے